خب بازگشتیم بینندگان عزیز. قبل از اینکه بریم قسمت سوم برنامه در موردش صحبت کنم که خب کلیپی که بریم در مورد چیه، یکی از دوستان به من زنگ زده بود از ایران هفته گذشته و در مورد این مسئله مطالب با هم صحبت کردیم از یکی از وبسایت ها. خیلی جالب شد این مکالمه ما رفت به سمتی که خب من ازش پرسیدم الان مثلا شما داری کجا، مثلا شما دیدی با یه نفر صحبت میکنی طرف میگه مثلا الان کجا داری میری، مثلا من میگم خب مثلا الان دارم میرم خرید کنم، بهش طرف گفت ما داریم میریم کنسرت. گفتم کنسرت کی؟ گفت الان تو ایران توی سالن همایشی کنسرت 6 تا خواننده‌ان که خب هر کدوم هم 3-4 تا آهنگ بیشتر ندارن و خب معروف نیستن و موزیک ویدیو ندارن. بعد گفتم که خب دمتون گرم، بازم دست شما زیر سر یه سری از این عرض کنم خدمتتون که بونگایی ها و اینایی که توی تورنتو و اینا برنامه میذارن و حالا بماند و اینا که با خونه سازا و که بازم شما بیاید مثلا دستن در کاری تو موسیقی واردید، 4 تا جوون رو دارید حمایت میکنید که برن بالا. گفت نه بابا این حرفا چه مرد حسابی، اینا پول دادن خودشون بیچارا، بندم آوردن که ما براشون کنسرت بذاریم، تیکتاشون هم خودشون خریدن. یعنی طرف مثلا اومده 200,000 تومان مثل که نفری دادن ونیو رو گرفتن، سالن رو گرفتن، پول بندم دادن، بعد تیکتا رو هم خودشون خریدن، مثلا دادن به فک فامیلا و اینا که سالن پر شه و یه فیلمی بگیرن و یه رزومه‌ای مثلا براشون بشه. اولا خواننده شدن زوری نیست، واجبم نیست. یعنی شما میتونی مهندس شی، میتونی دکتر شی، میتونی کار کانستراکشن انجام بدی، میدونی چه میدونم خیلی کارهای دیگه میتونی انجام بدی، دلیل نداره شما حتما خواننده شی. خب بعدم تنها راه دختربازی خواننده شدن نیست. شما میتونی فشن باشی، میتونی پولدار باش، خواننده نباش. همه این خواننده های خوشگل ایرانی، زن چه میدونم عرب، خارجی، هرچی هست، اینا همش دور و بر این پولداران. محمد این رونالد ترامپ هستش بیلیونره، همه این بیانسه و شکیرا و اینا همش دور و بر اینن دیگه. طرف پول داره، 185 سالش هم هست، حالا چون پول داره همه خواننده ها میان، یکی رو پاش میشینه، یکی مثل توتی میشینه رو شونش دم تکون میده، من یه پرنده رو میخونه، چه میدونم. حتما نباید پسرم شما خواننده‌شی که بخوای دختر بازی کنی. عزیزم شما خیلی کارهای دیگه میتونی انجام بدی تا به چشم خانوم ها عسل بیای که بخوان. موزیک ویدیوی ترکیه‌ای آوردم براتون، دوباره از سایت ایرانیان ترکیش میوزیک تشکر میکنم که این هفته برای ما آماده کردن. 2 تا خواننده خیلی خوب. میریم میبینیم بریکی داریم برمیگردیم با شما خواهیم بود.